سایت معرفی میکنیم که در آن ایکان های فری باشه و هر ایکانی که خواسته باشیم دانلود بکنیم. شما در اینجا در وقت کامپیوتر یا موبایلتان نوشته بکن که icons8.com icons8.com که شما در موبایل یا کامپیوتر اینجا در گوگل یا کروم اینجا انتر کردین، براتان این قسم سایت چی میشه باز میشه. شما در بخش ایکانس هر ایکانه که کار دارین دیگه سیت بکنه. مثلا ما ایکان لاک کار دارم، لاک. وقتی که انتر بکنم دیگه براتان همون مکمل ایکانایی که لاک است مربوط لاک میشه اون رو برای من لیست میشه. باز خوبی سایت ای است که شما میتونید در هر سایز مو عکس دانلود بکنین. خب ما میایم مثلا اینمی قلف خوش کردم لاک میتونید دانلود بکنین و روی سایزش هم کلیک بکنین. یگان سایزا فری است، یگان سایزا فری نیست. خب هر کدامش مثلا ببین سایزش دیگه معلوم میشه. دیگه این سایز دیگه هست، میتونید چندین سایز هم دانلود بکنین این به این شکل. و روی پایین بیاین روی دانلود. خب دیگه گفتم که یگان سایز به پیسه است و ما اونمو کدامش که فری نوشته است همون رو شما انتخاب بکنید. و این که از کاستوم سایز است که ایرا میتونید اینجا سایزش زیاد و کم بکنید. مثلا ایرا میگم 120 اینجا میتونی زیاد بکنی. خیلی کاستوم سایز هم گفتم که یک اندازه اینو ببینید اینو میشه مفت است، دیگرش با پیسه است. باز خب هر کدامش که سایزها رو که انتخاب کردین روی دانلود کلیک میکنین، باز براتان همو ایکان دانلود میشه. چند دقیقه صبر میکنیم تا که مو ایکانات شود دانلود شود. ما دیگه چند دانه انتخاب کردم و میخاطر کمی لود زیاد میکنه ما اتکار میکنم. ما یک سایزش دانلود میکنم. خیلی این می سایزشه ولی رویش کلیک کردم دیگه. خب من دیگه پس خارج میشم، پس روی دانلود کلیک میکنم و این می سایز انتخاب کردم. وقتی که انتخاب کردم روی دانلود کلیک میکنم. روی دانلود کلیک کردم اتومات برای ما چی میشه دانلود میشه. مثلا یک ایکان دیگه کار دارم، ما مثلا ایکان تیچرز کار دارم. ببینید هر ایکانی که کار داشتین اینجا سرچ میکنید براتون میآید. ما روی تیچر کلیک میکنم، روی دانلود کلیک میکنم، میتونه اینجا سایز انتخاب بکنین. ببینید اینمی فری امرش نوشته نیست، باز ایره با پیسه چی میکنه خیلی فری شما دانلود میکنم. یا کاستوم سایزش ای کمی از کده چیسته هر دویش دانلود میکنم. اینمی دو دانه که دانلود بکنین کمی وقت زیاد میگیره. ببینین هر دویش دو دانه که انتخاب بکنین باز براتون در زیب دانلود میشه شما او را از زیب بکشین. خب این سایتی بود که میتونین هر ایکان دانلود بکنین و این روش کار و طریقش بود که چه قسم دانلود بکنین. و یک چیز دیگه دیجا در آخر یک چیزی میتونین اگر کدام عکس بود و میتونین عکس همو رنگایش هم میتونین تغییر بدین. مثلا ما ببینید این قسم تغییر داده سایز میتونین ایره به سرخ تبدیل بکنین. هر چیز هر رنگی که خواسته باشین و با همو تغییر داده میتونین. مثلا دی اینمی رنگای استفاده شده سایز. مثلا ما ایتو کار میکنم، ما روی کالر کلیک میکنم. ببینید اینمی رنگ است، ما اینمی رنگ به سرخ تبدیل میکنم. ببینید او سرخ شد. و دیگه این رنگ انتخاب میکنم، این ما با مثلا به زرد تبدیل میکنم. دیگه مثلا این است، این مثلا این رنگ ما این به چی تبدیل میکنم. ببینید رنگ کتابات تغییر خورد. و روی دان کلیک بکنید، دانلود بزنید، دانلود میشه. خب این بود تنظیمات چیشه. میتونه یعنی هر رنگی که استفاده شده باشه. مثلا امو لاک هم میارم، لاک هم آوردم. بیایم دیجا روی کلر کلیک بکنم. ببینید چند دانه رنگ استفاده شده. ما میگم این رنگ باید با سرخ تبدیل شه. ببینید او با سرخ تبدیل شه. این رنگ ما میخوایم با زرد تبدیل شه.
یه به زرد تبدیل میشه. من یه سفریت کنم. خب این انتخاب میکنم، من میگم این باید به زرد تبدیل شود، این به زرد تبدیل شد. این رنگ ما میخوایم به این رنگ تبدیل شود، این رنگ ما میگم به، یعنی میتونی این را تبدیل بکنی رنگایش. روی دان کلیک بکنید، دانلود بزنید، دانلود میشه. این بود معرفی سایت.